عرضم به حضورتون که بعضی از دخترها نگاه میکنی میرن مشاور روانشناسی، جلسه 300,000 تومان میده به مشاور که میگه این پسر منو ترک کرده برگرده. خب بابا تو همینو به پسر میدادی الان 5 تا بچه داشتی، چرا پولت علکی میدادن؟ یه زمانی امکانات نبود، دخترها عاشق نصرالله رادش و جمشید هاشمپور و امکانات نبود. مثلا دیگه جمشید هاشمپور اوج جذابیت بود براشون، زینال بندری مثلا. بعد کم کم نسل عوض شد و دخترهای امروزی متاسفانه نگاه میکنی بعضا، البته نه همه، اول عاشق رضا گلزار میشن، چند سالی که میگذره میفهمن اشتباه کردن، عاشق شهاب حسینی میشن. محبوب خیلی بازیگر تو دلبره یه چهره مردانه قشنگی داره، نه از گلزار شروع میکنن به شهاب حسینی میرسن، در نهایت با مهران رجبی ازدواج میکنن، چون دنیا اینجوری نیست که شما یه جوری دیگه میتونه کنار هم برابر کنن.